با درود و احترام به شما عزیزان، با پنجمین برنامه از این سری برنامه های گوران به زبان فارسی در خدمت هستم. در خلال 4 برنامه پیشین ما به منابع دانستنی در مورد گروه هایی که زیر عناوین الحق، علی اللهی، اهل حق، نصیری و مجموعه نام ها و عناوین مختلف. هدف از این برنامه تا اینجا و به علاوه این برنامه، این 5 برنامه در واقع حکم مقدمه ادامه برنامه های هستش که در ادامه به معرفی جهانبینی فکری و فلسفی دانایان گوران یا دانایان کردان هستش. مقدمه برنامه ها خواهد بود و این جهانبینی هم در طی 20 سال گذشته به جامعه کرد و بخشن جامعه فارس زبان به صورت مقالات ارائه شده و اکنون به صورتی منسجمتر، منظمتر و در قالبی که بتوان آن را پیگیری کرد خدمت علاقمندان ارائه میدهم. آنچه ما تا کنون در خلال 4 برنامه پیشین توانستیم بفهمیم این است که منابع دانستنی ها اولا در طول حدود 300 سال اخیر خارجی ها بودند، کسانی بودند که در مناطق مأموریت داشتند، رفت و آمد داشتند، سفر کردند و مشاهدات خودشان را نوشتند و به صورت سفرنامه و کتاب به چاپ رساندند. و مجموعه دیگر از منابع خود اهل حقا بود، مجموعه از سادات، سید قاسم افضلی، سید کاظم نیک‌نژاد، سید خلیل عالی نژاد و جمعی دیگر که از همین تبار هستند، مجید عباسی، ایرج بهرامی و سایر نویسندگان و مجموعه نویسندگان حرفه‌ای تر، به اصطلاح ایرانی که یا که به زبان فارسی نوشتند، هم فارس و هم کرد، محمد علی سلطانی و دکتر صدیق پورکی از مهمترین آنها بود. و همه این منابع از منابعی به اصطلاح اساسی تر یا از سرابی تغذیه کرده بودند، منشأ داشتند و این منابع هم در وهله اول آثار حاج نعمت الله مکری جیهون آبادی بود که در برنامه سوم به آن پرداختیم که ایشان کی بودند، خودشان چطور خودش را معرفی کرده و آثارش راجع به چه بود. و به دنبال ایشان برنامه 4 راجع به برهان الحق بود که در واقع کتاب بعد از شاهنامه حقیقت که از طرف مینورسکی و ایوانوف، هنری کربن و خارجی هایی که با آن سر و کار پیدا کردن همتراز به اصطلاح انجیل محسوب کرده بود یا کتاب مقدس به طور کلی. بعد از اون در رتبه دوم برهان الحق هستش که منبع دانستنی یا اطلاعات یا دانش برای پژوهشگران بوده و از طرف دیگر آثار این دو نویسنده مبانی به اصطلاح باوری و جهانبینی، گروه هایی که زیر نام الحق اخیراً از آنها یاد می شود تشکیل دادن یا مبانی باوری
و دیدگاه این جمعیت ها از آثار حاج نعمت الله جغن‌آبادی و نورعلی الهی سرچشمه دارند، به خصوص دو اثر مهمش هم شاهنامه حقیقت و برهان الحق. آنچه امروز ما به آن میپردازیم جلد اول آثار الحق هستش، آنطور که دکتر بهرام الهی آورده، فکر کنم در مقدمه جلد دوم هستش، که جلد دوم توسط دو تن از شاگردان نورعلی الهی این که شنیدنهای خودشان را بازگو کردند و جلد دوم حاصل به اصطلاح نوت برداری یا یادداشت‌های شاگردانش هستش، دو تن از شاگردانش که به گفته بهرام الهی از نظر سندیت اعتباری پایین تر از جلد اول دارد، جلد اول آثار الحق. لذا من به محتوای جلد دوم نمی پردازم، چون اساس جلد اول هستش و جلد اول به این دلیل مهم هستش که این در واقع مکمل برهان الحق هستش، چون بخشای از آن در این جلد چیز کرده، آورده شده و ایشان توضیحاتی راجع به اصطلاح اضافه کرده راجع به نکاتی که در برهان الحق آورده. و هدف از این مقدمه چینی در این 5 برنامه این است که ما بتوانیم مرزبندی کنیم آنچه که ما جهانبینی دانایان کردان یا جهانبینی فکری فلسفی دانایان گوران در سالهای اخیر مینامیم، قبلا زیر نام یارسان و تمدن یارسان پیگیرش بودیم، ارائه میدادیم و از بالا بر 2 دهه پیش این مسیر را شروع کردیم. آنچه ما میخوایم بعد از این 5 برنامه برای عزیزان روشن باشد که آنچه که این بزرگواران به عنوان منبع یا سرچشمه اطلاعات در مورد هویت مذهبی گروه های الحق آوردند و آنچه الحق خود را با آن تداعی می کنند، این جمعیت ها با آنچه ما جهانبینی فکری فلسفی دانایان کردان یا گوران مینامیم یا قبلا به اصطلاح تمدن یارسان مینامیدیم، دو جهان کاملا مغایر و متفاوت هستند. یعنی این تا کنون در این منابع که در این برنامه ها بدانها پرداختیم، نکات مهم آنها را برجسته کردیم، سخنی از هویت فکری فلسفی ما گورانیان نداشتند در واقع. و این جمعیت ها در خلال 1 سده اخیر به منابع یا به آثار، به گنجینه های دانایان کردان دست یافتند و در آنها دستپرس کردند، تغییرات ایجاد کردند، از بین بردند، به آن اضافه کردند که بتوانند به نوعی پیشینه خود را در اینها که القا بکنند که اینها از زمان سده 7 و 8 تا کنون بر این باور بودند و اینها و این جمعیت سادات کلان هفتوانه یا میراثدار مذهبی هستند که سحاک بنا به اعتقاد بعضی ها بنیان گذاری کرده و بنا به باور بعضی های دیگر مدون ساخته از قبل بوده. و همانطور که قبلا هم عرض کردم اینها یه دید تاریخی دارند در دستا که 7 و 7 دو جمع همیشه بودند و اینها اعتقاد به سلسله مراتب شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت دارند که دوره های یاری
ما قبل سده 78 را به 3 دوره به اصطلاح شریعت، طریقت و معرفت تقسیم کردند. دوره تاریخی به اصطلاح و دوره که موسوم به دوره سلطان صاحب سده 78 را که به دوره حقیقت یا مرحله حقیقت نامگذاری کردند و این ادبیات و این نامگذاری ها از حاج نعمت جهان آبادی و بعد از ایشان هم نور علی الهی سرچشمه میگیره. آنچه من خدمتان عرض خواهم کرد این است که این بزرگواران خودشان که همانطور که در رابطه با برهان الحق و در رابطه با برنامه‌ای که در مورد آثار نعمت الله جهان آبادی داشتیم، این بزرگواران خودشان دسترسی به منابع اصیل کلامی نداشتند و شنیدنی ها به اصطلاح یا اشعاری از شاعرانی وابسته به جمعیت های هفتوانه دسترسی داشتند و آنچه که مینورسکی و ایوانوف و کردستانی و خیلی های دیگه در زمان در سده به اصطلاح 1800 و میانه 1800 به این سو اینا همه اشعار بودند و مخصوصا از اشعار دیوان برادر خان آتش خان الماس هستش و اینها هیچ این اشعار گویایی یا این که ربطی به جهان بینی دانایان دیدگاه های دانایان گوران ندارند و این اشعار من در یک برنامه به زبان کردی بدان پرداختم که در زمره متصوفه هستش. با هم بریم و نگاهی به گفتارهایی از آثار الحق بیندازیم و سخنانی به آنها ربط دهیم یا اینکه توضیحاتی به آنها ربط دهیم که بتوانیم برنامه زیاد طولانی نشه و بفهمیم که این بزرگوار از چه سخن گفته، چه تغییراتی در نسبت به اعتقادا و آرای خودش در برهان الحق و نسبت به اصطلاح باورهای پدرش یا دیدگاه‌های پدرش پیدا کرده است و خواهیم دید که این بزرگوار در یک مقطع از زندگیش در واقع از این گفتاره اگر به صورت کرونولوژیک باشه یا ترتیب زمانی این بزرگوار به طور کلی با دنیای واقعی که قطع رابطه می کند و زیادتر سخنانش به خیال پردازی های غیر واقع بینانه میماند که با روش منشهت متصوفه هم همخوانی نداره. حالا من نمیدانم کسایی که به آثار ایشان پرداختن به این موضوع هم پرداختن یا نه، ولی خب برسیم من چیز میکنم عرض میکنم که از این مقطع به بعد سخنانش گفتارهایش در واقع بسیار خیالی هستند و هدف از این برنامه هم سنجش اثر این بزرگوار یا دیدگاه‌هایش نیست، بلکه برجسته کردن آن بخش از نظرات، از بیانات، از سخنان ایشان هست، از گفتارهای ایشان هست که ربط پیدا میکند به هویت الحقها و از اون طریق الحقها هم به ما تعمیم داده شده و متاسفانه هویت ما شده است. و هدف از این برنامه ها، از این مقدمه چی در واقع این است که ما بتوانیم خودمان را از این دو گروه از زیر آوار به اصطلاح باورها و سرهمبندی های که زیر نام علی الله و الحق شده و ما را هم با آن پوشاندند یا هویت ما هم کردند، ما از این آوار بیرون بیاییم و به صورت مجزا و مستقل دیدگاه ها و
به طور کلی جهانبینی فکری فلسفی دانایان گوران را به عزیزان معرفی بکنیم به طور مستند و با استناد به کلام های اصلی و اصیل و کلام هایی که مایه فکری فلسفی دارند، نه اشعار جعلی که به قصد به اصطلاح تخریب یا به منظور جاپا باز کردن سران هفتوانی و تاریخ سازی برای خودشان سروده شدن. این اثر از این جلد در واقع چاپ پنجم گفتارهای از نورعلی الهی جلد اول و گردآورنده دکتر بهرام الهی و در اینجا میرسیم که اینجا جلد اول گردآورنده بهرام چاپ پنجم انتشار سال 1386 و انتشارات نشر 5 هستش. آنچه در اینجا البته یک موضوع مهم که در جلد 2 هستش این است که نورعلی الهی چیز کرده، گفته که این کلامایی که از سلطان به جای مانده، البته این کلام ها منتسب هستش به سلطان سا که اکثرا همین دستکاری شده هست. تعدادی کلام اصلی و اصیل هستش که از سخنان سلطان سحاک هستش و در مقام پادشاه و بدانها خواهیم پرداخت. ولی آنچه اینجا آورده که پیرموسی به خط نسخ یا نسخ هست قدیم و خط بسیار خوش ولی نه درجه بسیار عالی، تمام کلام های حضرت سلطان را روی توماری به رنگ زرد، حالا از اول زرد بوده یا در اثر مرور ایام زرد شده نوشته است. جز من اینجا آورده که جز من کسی از محل آن اطلاع ندارد. در زمان حیات پدرم به اتفاق ایشان به آن محل رفتم و آن تومار را دیدم. این در الهی که 1370 چاپ شده، جلد دوم صفحه 102 گفتار 306 اومده. و این که ایشان من در برنامه پیشین فکر کنم اشاره کردم به این که همچین گفته‌ای هست ولی سندش چیز کردم، فراموش کردم که در کدام گفتار هست و کدام صفحه. و اینجا معلوم شد که ایشان با این حال هیچ از هم در برهان الحق و هم در اینجا از نبود یا فقدان آثار معتبر شاکی هستش و این بدین معناست که اساسی برای گفته ایشان در واقع اساس واقعی ندارد، چون اولا بنیامین خودش چیزی یادداشت نکرده در اون معنا، بلکه ایشان وزیر دیوان بودند و کسایی که در جمع‌ها یا در گردهمایی مشارکت داشتند زیر نظر وزارتخانه ایشان بودند و ایشان وزیر دیوان بودند، نه خودش کاتب، بلکه انسان‌های توانمندی در جمع‌ها مشارکت داشتند و اینها مصوبات را چیز میکنن، به صورت شعر می‌نوشتند. خب چیز دیگری که در اینجا از دکتر بهرام الهی قابل توجه است که بدانیم اینه که این کتاب حاضر ویرایی است جدید اسرارالحق جلد اول است. مطالب این کتاب بخشی از یادداشت‌ها است که دکتر بهرام الهی از گفتارهای پدرش نورعلی الهی استاد الهی گردآوری کرده است. دکتر الهی در پیش گفتار چاپ نخست این کتاب هدف خود از گردآوری این گفتار چنین بیان می‌کند: هنگامی که در سال 1343 شمسی پس از پایان تحصیلات 14 ساله در رشته طب نزد پدرم بازگشتم، دریافتم که گفتارهای او اثری ربانی دارد. از این
دریغم آمد این گفتارها نانوشته از دست برود. خب استاد علایی فرزند ارشد حاج نعمت الله مقری هستش. حاج نعمت الله مقری 1250 تا 1298 شمسی زیسته و یکی از عرفای واصل و بزرگان طریق الحق است و ایشان از این رابطه از این نظر که ایشان منصوب شده به این الحقا، در نتیجه آثار این به بزرگوار منبع اصلی هم برای پژوهشگران و نویسندگان خارجی بوده، هم برای خود الحقا یا برای کلیه نویسندگان و پژوهشگران و برای خود قلم به دستان اهل حق. نکته ای که اینجا باید ذکر شه این که دکتر بهرام علایی به اصطلاح پیشینه تحصیلاتی در زمینه فلسفه اینها که به این بتواند یا اینکه توانسته باشد در این رابطه برآوردهای درخوری داشته باشد یا اینکه مرتبطی داشته باشد، به همین دلیل لازم است که این را برداشته بکنیم که ایشان فوق تخصص در جراحی اطفال و نویسنده محقق و استاد ممتاز دانشگاه تهران که اینها در زمینه آناتومی و سوزنشناسی و در رابطه به اصطلاح مرتبط با موضوعات و مسائل پزشکی هستش، طبی و پزشکی. و در زمینه که ایشان مهارت دارند به اصطلاح یا اینکه قلم میتونسته که قلمی دارند، این چیزا در زمینه که رو این آثار پدرش کار کرده و چیز کرده و به اصطلاح پختگی‌هایی کسب کرده باشه. حالا خودش فکر کنم آثاری داشته باشه، درست نمیدونم که در این زمینه. به هر حال من یه تاریخ چیز یادداشت کرده بودم از این همون گفته هانری کربنه که قابل قیاس با کتاب مقدس دانسته حق الحقایق و این در دهه 40 شمسی چیز کرده، گردآوری این گفتارها برمیگرده، شروع به اصطلاح گرد آوری و اینها آثارش هستش. بعد کتاب عرفانی آثار الحق با زبانی ساده مسائل و مشکلات معنوی انسان را برمیشکافد و راهگشای کسانی است که در راه معرفت به نفس گام برمیدارند. از این رو ناشر مفتخر است که بار دیگر به چاپ و نشر این اثر گران مایه اقدام میکند و این است که این به اصطلاح پیشینه آثار الحق هستش و پیشینه تحصیلی گرد آورنده و ناشر. این خدمتان عرض کردیم. خب در اینجا در واقع نوعی توجیه هستش که منظور استاد از بیان گفتارها برانگیختن انگیزه و شوق حق پرستی در حاضران هستش و توجه داران به مبدأ بوده و ورود به مباحث فلسفی یا فقهی و کلامی. بنابراین کتاب برخلاف دیگر تألیفات استاد به سبک محاوره‌ای و با بیان ساده همیشگی ایشان تنظیم شده است، بدون اینکه هیچ پیرایه یا قالب ادبی و یا اسلوب نگارشی خاصی بر آن پوشانده شود. بعد در اینجا آورده که این تاکید استاد همیشه بر معنویت بوده و ایشان از این رو در هر سخنی از استاد درسی معنوی و راهکاری عملی نهفته است تا راه را
در زندگی روزمره در تجربه معنوی یاری داد. لذا کسانی از کتاب بهره وافی میبرند کمسو با تفکر استاد زندگی را آزمایشگاهی برای کسب تجارب معنوی در نظر گیرند و عمل به معنویت را رکن اساسی خود قرار دهند. و در اینجا پایه های به اصطلاح فکری یا ذهنی پدرش که برجسته میکنه ایشون. بعد در اینجا دوباره همون را تکرار میکند و اینجا میگوید که مسائل به اصطلاح در مورد به اصطلاح احکام شرعی مانند زنان، مردان، خانواده، ارث، حجاب، پیروز ظالب بر مقتضیاتی اظهار نظری شده چه بسا حکایت از احاطه گوینده دارد. در واقع این موارد هم به اسلام مربوط می شد. اینجا هستش که این گفتارها مربوط به سالهای 1343 تا 1353 شمسی هستش که این در واقع ایشان برهان را 1341 به پایان میبرند و 2 سال بعدش به اصطلاح به این گفتارها میپردازند و این دنباله به اصطلاح برهان حق هستش که میتون این را پیگیر شد که ایشان شد تقیه تحولاتی در دیدگاه ها و در باورهایش به اصطلاح به تدریج پیش آمده، ایجاد گشته و مهم هستش برای اینکه چقدر این باورها، این گفتها، این گفتارها به اصطلاح بر واقعیت وفق می کند و می تواند مورد استناد قرار بگیرد و پژوهشگر یا نویسنده چقدر می تواند به اینها به سندیت به اعتبار این گفتارها چیز به اعتبار اعتماد داشته باشد. این نکته هم مهم هستش که ما این را برجسته کنیم در پایان که این نکته ضروری است که شالوده و اساس اندیشه استاد بر جوهر و اصول اصلی کلیه ادیان الهی استوار است. از این رو نمیتوان این اندیشه را به دین یا مذهب یا مرام خاصی منسوب کرد. وسعت عمل استاد و مشی فکری او به گونه است که همه انسانها را با هر عقیده و فرهنگ و پیشینه ای فارغ از رنگ و نژاد و جنسیت در بر میگیرد. خب این خودش معیار باید می بود برای پژوهشگران که وقتی این کتاب این به اصطلاح اندیشه ها مربوط فرا مذهبی هستش، فرا دینی هستش، فرا به اصطلاح فرقه‌ای هستش، چرا بایستی روح تنها یک جمعیت متمرکزش کرد و آن را هویت باوری و به اصطلاح مذهبی گروه های به اصطلاح گزینشی کرد این را این گفتار و این است که وقتی فراگروهی، فرادینی، فرامذهبی پس پژوهشگر حزبی و حزبی بایستی متوجه این نکات ظریف هم باشه. سیر تکامل هستش اینجا که از مرتبه این همون در واقع این بخش از سخنان ایشان همون گفتار پدرش هستش که ایشان هم دینی به اصطلاح که برای همه مذاهب طریقه ایشان مناسب همه مذاهب هستش، مسلک ها هست.
ایشان در این جا از مرتبه بشر به بعد این از همین گفتار پدرش هستش که از جماعت ابتدا جماعت چیز میشه، این به صورت سیر به اصطلاح سیر تکاملی اینجا این آورده، ولی در واقع همونطور که عرض کردم در رابطه با در برنامه حاج نعمت الله که این در ابتدای شاهنامه فردوسی هم هست آمده و این در بسیار با سروده های تکمیل کردم و این را روایت پیدایش جهان از ماده هستش. این که اینها را که ایشون چیز کردن این را به معنویت و عرفان ربط دادن که سیر و اصطلاح سعودی رو یا ذره میپیماید و قهقرایی نداره، جماعت، نبات، حیوان و بشر. از مرتبه بشر به بعد فرد مطرح است، فرد مطرح است و باید هر فرد بشر گردش مظهرات یا دون بدون را طی کند تا به کمال برسد و البته این هستش که همون 1000 عالم که در برهانم آورده که 1001مین عالم چه عالم کمال هستش که این برخلاف سخن حاج نعمت الله جهون آباد است که ذره 1001 مزهیت دارد، هر مزهیت 50 سال و 50,000 سال برای هزار اولش و 1001مین مظهریت حسابرسی هستش و اینجا ایشان به این 1001می را به قرآن و به ربط داده و به ظهور انبیا و به قول خودش امامان. این چیز هستش، این در رابطه با مکتب خودشان در این گفتار 15 آورده که این بخش اول صفحه 22 هستش، آورده که چه منظور از این که راجع به کتاب و مرامم از حضرت علی و حضرت سلطان پرسیدم چیست. این به اصطلاح به صورت سؤال آورده شده. از مقام شریعت و مقام حقیقت سؤال شد و تأیید گرفته شد. مکتب من هم دانشگاه است. حضرت علی به من فرمود دین تو دین ابداعی است ولی نیک ابداعی است. سلطان هم فرمود علی سلطان، سلطان علی. این در واقع نقطه ادغام یا چرخشی در باورهای ایشان هست که نسبت به برهان الحق که ایشان آورده بود که زبانش قاصر است، حتی زبان انبیا هم از این که مقام علی را توصیف کند یا به زبان بیاورد قاصر است، ناتمام هست، نمیتون آن را به وسیله زبان تشریح کرد یا توصیف کرد. ولی در اینجا نشان میدهد ایشان با این دو به اصطلاح مقام باطنی در تماس بوده که از ایشان شنیده که دینش ابداعی هستش و نیک ابداعی هستش و سلطان فرموده که علی سلطان، سلطان علی، که یعنی این دوتا یک شخصیت یک ذات هستن که بعدا هم به این نکته مکررن باز میگرده به این دو شخص. در واقع این گفتار بایستی در زمره گفتارهای جلد دوم بودش. در اینجا هنوز تغییرات کلی یا چرخش اصلی ایجاد نشده در بینش و در ذهنیت ایشان نسبت به برهان الحق یا اینکه در برآورد با برهان الحق. ولی در اینجا از دین مستقل سخن میگوید که این چرخشی مهم هست و فاصله گرفتن از پدرش، از دنیای پدرش و از دنیای برهان الحق خودش. این چیز اصول تمام پیغمبران یکسان است. اگر اختلافی است چیز
اضافه کردن آنچه که پیغمبر گفتن رفاه دنیا خیر آخرت و خیر آخرت برای عموم در بر دارد. بعد هر دینی پیشوایانی به خاطر نامدانی خودشان آنقدر بیهوده وارد آن کردن که اصل دین را از بین برده اند. ولی مطلق فقط ذات بشری های حق است، ذات بشرهای حق است که این ولی مطلق هستش که ایشان تعریف میکنند. ولی بالنسبه هم مانند شاهیاز آتشبک و سیف فرزی و بابا حیدر هستش. ایشان به اصطلاح تمایزات یا تفاوتایی در بین ذات مهمان، شاه مهمان و ذات بشر و اینجور مقولاتی تفاوت و تمایز قائل میشن و این حق به اصطلاح بالاترین تصور میکنن که ذات حق انبیا به اصطلاح ذات حق داشتن که بعداً به صحات هم میرسه. در اینجا بازم توضیح میدهد که عیسی و امام ها چیز هستند، مطلق هستند و اینها ذات بشرهای حق هستند در زمان خودشان و کسایی یا شخصیت های مانند شاهیاز آتش و سیف فرزی بابا حیدر و غیره اینا نسبی هستند و مقام باطنی شد. این چیز شاهیاز اینایی که نام بردم ایشان گفته که اینا از اولیای قرن 11 و 12 هستش. در واقع اینا خاندان های تاسه تشکیل شده از به غیر سید فرزی از چیز هستش. اینا خودشون خاندان حساب میشن امروزه به غیر سید فرزی که جد به اصطلاح خاموشی امروز یا حیدری ها حساب میشه. شرط دیانت برای عموم بشر هست. اینا که من نکاتی را برجسته میکنم که کمی به دنیای ایشان آشنا بشیم که بتونیم به اصطلاح نزدیکی و دوری ایشان با دنیای الحق بیشتر برجسته شد. اینه که راههایی که خدا با پیغمبران ارتباط پیدا میکنه و الهام و سروش هستش که اینا همه فقیه هستند و ربطی به کلام، به دیدگاه های کلامی ندارد و انسانیت روی 3 پایه قرار دارد: شرع، عرف و اخلاق هستش که قانون اخلاقی مقدم بر 2 تای دیگر هستش. سالک راه حق به کسی اطلاق می شود که هر 3 را رعایت کند تا به مقام انسانیت برسد که در اینجا توضیحاتی هم میدهد. در رابطه با سید یعقوب در اینجا روایتی داره در اینجا که سید یعقوب انسان ثروتمندی هستش، میخواد دختری را بگیرد به همسری که در راه به خانه دختر به پسر جوانی برخورد میکند که دارد گریه میکند و علت میپرسد که پسر جوان میگوید که عاشق دختری هست و دختر هم عاشق ایشان هستش. منتها امروز قرار است به کسی به نام سید یعقوب بدهند که سید یعقوب بزرگواری میکند و ایشان به اصطلاح خانه و به اصطلاح پول و این چیزها در اختیارش قرار میدهد و آن دو را به هم میرساند و این نورعلی الهی این را آورده به عنوان و اصلا نمونه است ترک لذت که چه قدرتی دارد و چه لذتی دارد وقتی انسان این کار را میکنه، که در واقع این ربطی به ترک لذت نداره، چون این شخص حالا نمیتونم کسایی که در این رابطه توانایی دارند، ولی چون این یک موردی هستش، اولا عشقی در بین سید یعقوب و اون دختر نبوده که دومن رابطه ای نداشتن که لذتی برده باشد، در نتیجه این برای ایشان حتما دخترای دیگری بوده. به نظر من این دیگه اخلاقی بیش نیست که آورده که خودش هم در جوانی همین کار را کرده که
به نظر این روایت سید یعقوب مقدمه این هستش. این گفته این به اصطلاح نکته در مورد در زندگی خودم در بوهای جوانی هم همین کار را کردم، ترک لذت. این هست که یکی از ارکان مکتب ما، مکتبی که علی گفته نیک هستش، که ادب و نزاکت هستش. بعد در اینجا به نظر سادلایی سیر کمال روی اسلام شامل هزار عالم است که در 7 مرحله طی می‌شود، که این 3 مرحله که به آن اضافه کرده و اشاره نکرده که این مراحل چه هستش. اولی که مقام شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت هستش، و در این حقیقت بعد از حقیقت 3 مرحله در ایشان برشمردند. بعد اطمینان میرسند از مرتبه قلب، مرتبه نفس، این چیز این مرحله که مرحله 4 مقام حقیقت یا عالم لاهوتی هستش که سیفنا فی اللهی هستش. اینا را توصیف کرد. گفتار در اینجا در مورد درویش هستش که تا پیش از دوران صفوی درویش از هر حیث، یعنی شجاعت، حمیت، مروت، جوانمردی و غیره، ولی بعد از دوران صفویه یواش یواش این به اصطلاح مقام درویش ضعیف می شود به اصطلاح، و در دوره قاجار تا به دوره قاجار میرسد، و در دوره قاجار هر کس که بیکار و بیار و لاابالی بود اسمش را دوریش میگذاشتن. ای بابا دوریش باش، یا فلانی دوریش از و غیره. ما حالا میخوایم دوستان ما درویشه که حالا با کردی، با بیان کردی قاطی کنیم، درویش مولا باشن، یعنی در هر کار خوبی فعال و سرمشق برای دیگران باشن. بعد از شیعه اثناعشری اثناعشری 17 مسلک عرفانی منشعب می شود، مانند خاکساری، نعمت اللهی جلالی، سیاخاکی، ایازی و غیره. 7 الی 8 سلسله از آنهاست که اول باید به طریقت سر بسپارند و بعد بیایند در حقیقت سر بسپارند. در واقع همین ها هستش که گویا به اصطلاح خاندان شاه یاسی و آل قلندری اینا سر بشن که این چیز میشه به اصطلاح مرحله حقیقت حساب میکنن. در اینجا پاورقی کلام که چه هستش؟ کلام حقیقت یا کلام های الحق، گفتارهای منسوب به بزرگان الحق هستش، که این تعریفی که بسیار بسیار مفروش هستش، که این کلام در واقع در سروده ها یا در متون یاری های گوران سخنان یا گوهرهای سنجیده شده، جلا داده شده هستش، که در جمع ها به قدری جلا داده شده است که دیگه پرسش برانگیز نباشد. و این کلام هستش که تا آخرین مراحل در یک به اصطلاح هماندیشی، در یک پروسه هماندیشی به نتیجه ای رسیدن که آن نتیجه را چیز کردن، به صورت سروده نوشتن و کلام یا فرموده شخصی هستش. ولی که این گفتار بزرگان باشد، خیلی از اشعاری که به این بزرگان منسوب شده است در واقع مایه‌ای فکری فلسفی نداره. حالا اینجا در رابطه با افلاطون اظهار نظری کرده که گویا ایشان ریاضت کشیدند
و به اصطلاح از علم را ناکافی دانستند و از طریق علم خواستند به شهود برسند. جامعه و سایر چیزایی که در عالم بشریت مستحسن است عمل کند، چون انسان اگر داخل معقولات شود جز سرگردانی چیز دیگری آیدش نخواهد شد و از سیر کمال عقب خواهد افتاد. در نتیجه باید وارد معقولات به اصطلاح عقلانیت نشد و به معنویت یا سیر سلوک پرداخت. جامعه و سایر چیزایی که در عالم این چیز کردیم. اصول عقاید الحق بخش های کوتاهی از برهان الحق در اینجا آورده که من چون در برهان الحق اشاره کردیم در این موارد چیز نمی کنیم، بدان نمی پردازیم. این در واقع نوعی تناقض هستش در اینجا که در ابتدا یا در مقدمه برهان الحق آورده بود نورعلی الهی که ایشان بضاعت علمی ندارد، ولی خب من نمیدانم وقتی در اینجا علوم دینی خوانده، تاریخ، فلسفه، حالا علوم دینی را علم بضاعت علمی ندانی، ولی خب در واقع تاریخ و فلسفه اینها علم هستند. منظور از مسلک الحق حقیقت خاص هستش و حال آنکه مرام استاد حقیقت عام هستش و اینجا منظور از حقیقت عام چه مرحله از حقیقت که در بطن تمام ادیان الهی نهفته است که در بالا اشاره کرده بود. و این چیز نیم قرن پژوهش هستش، این کار برهان الحق. البته نیم قرن پژوهش حاصل نیم قرن پژوهش هستش. بعد اینجا الحق از سلسله های چیز هستش، بکنم در بالا بود که از سلسله های اینجا علامت گذاری نکردم، ببینیم اگه بشه پیداش کنیم. ولی خب منظور همین است که الحق یکی از سلسله های عرفای شریعت محمدی می باشد. مراحل شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت را باید طی کند که در برهان و در آثار حاج نعمت الله هم همین چیز موجود بود. همین سخن اصول عقاید الحق اینها هستش که اشاره کردیم در برهان حق هست. ارکان هم همونایی که یاری چوارچیون که آورده بود در اونجا، راستی که اینا تکرار همونها هستش. بعد حقیقت چیست؟ در این مرام الحق حقیقت خاص هستش، حقیقت عام به اصطلاح جوهر تمام ادیان هستش، ولی مرام الحق یه مرام خاص هستش که از زمان سلطان اسحاق به بعد انتشار یافت و هیچ گونه دستوری نداد، زیرا مرحله حقیقت خارج از درس است، یعنی طی مرحله حقیقت به عمل است نه به گفتار و تماما اشاره دارد به معنویت و روح و این در عالم معنویت چه مراحلی را باید طی کرد. کسی که وارد این مرام می شود شأنیتش این است که مراحل شریعت و طریقت و معرفت را طی نموده است. دوباره اینجا تکرار میکنه که مرام حقیقت روی پایه بیابس پردیوری است که هیچ دیدهدار یا باطندار یا خاندان و سیدی حق ندارد یک نکته برخلاف آن بیابس پردیوری رفتار کنه. در واقع این بیابس پردیوری هم در اینجا منظور نورعلی الهی که در اگر شاید برسیم به اون این است که برهان الحق در واقع
کتاب آنچه هست که سلطان صاحب در پلیور گفته و وقتی که برخلاف آن بیابد پدری رفتار نکند سید باطندار یا خاندان، منظور این است که از چارچوب برهان الحق خارج نشود. الحق کیست؟ الحق کلمه حق و مشتقاتش بر هر چه صدق کرد ما اهل آن هستیم. و این را معنی الحق کرده است که در واقع در برهان حق به کسی گفته میشد که مراحل چهارگانه را طی کرده باشد. این همون چیز بود، سروده بود که گفتم در برنامه پیشین که این بخشش اضافه شده و اینها هم در کانتکست دیگری معنا پیدا می کند و هیچ ربطی به این تعبیر ایشان ندارد و این تعبیر ایشان کاملا نادرست هستش. بعد اینجا آورده که یک الحق هرچی از دستورات که او را به حق میرساند انجام میدهد، باید فقط برای رضایت خدا باشد و اینا که چیز کرده توصیفات دیگری برای الحق چیست. مرام حقیقت را همین سیدها خراب کردند. در تمام ادیان پیشوایانشان برای نامدانی خود کهنه پرستی را بین مردم رواج دادند و این هم که مرام حقیقت سیدها خراب کردن و سیدها معلوم نیست که در اون موقع که خودش هیچ نوشته از خودشان نداشتند و کاملا وابسته بودند به آثار یا به گفته های حاج نعمت الله جهون آبادی و نور علی الهی که خود را شیعه معرفی میکنند و بقیه اینا را الحق معرفی میکنند و در جای نور علی الهی خودش را هم الحق معرفی میکنه. در واقع الحق بخشی از متصوفه هم زیر عنوان الحق قرار میگیرند از زمانی که الحق رایج شده. که این چیز کردیم و بس همین خواندیم اینه. بعد در اینجا آورده که شریعت یک کتاب آسمانی و مدون بدون تحریف دارند که در دست همه یکی است، اما کلام های حقیقت و دستورات آن چون چاپ نشده اند هزاران تحریف و تحذیف در آنها شده است. از این رو قوه استنباط محقق باید به حدی قوی باشد که تا کلام صحیح را از کلام ناصحیح تشخیص دهد، سپس بفهمد منظور از این کلام چه بوده است و پس از تحقیق عمل کند و به دیگران هم عرضه دارد تا مورد استفاده قرار دهند. این در واقع اصلی هستش که خودش و هم پدرش نقص کردند و شرایط این را نداشتند که کلام صحیح را از ناصحیح تشخیص بدن و همچنین مهارت و ورزیدگی لازم برای تفسیر کلام هم نداشتند. بعد برهان حق اینجا دوباره خودش تاکید میکنه که جوهرکشی تمام کلام های حقیقت است. همانطور که عرض کردم که گفته بود که الحق نباید از اصول پردیور خارج شود، منظور همین برهان حق خودش بود که جوهرکشی تمام کلام های حقیقت است. بعد این موضوعیت ها غیره که معنایش را پیدا کردم. بعد اینجا جوهرکشی اینه خواندیم.
بعد گفتار 1159 اینجا خیلی عصبانی هستش از جماعت طایفسان، به حدی مسموم هستند که به هیچ دوایی مداوا نمیشوند، محکوم به فنا هستند، بگذار تا بمیرند در عین خودپرستی. ما وظیفه داریم به مردم راهنمایی کنیم و بفهمانیم. وقتی ابلاغ کردیم، ترتیب اثر دادن یا ندادن، ما دیگر مسئول نیستیم. این قوم فعلی که نام خود را طایفه گذاشته‌اند، از قوم جاهلی که حضرت محمد آنها را هدایت نمود بدترند. این پاورقی کلام های حقیقت طایفه که این چیز آورده، فکر کنم در اینجا پاورقی، آره اینجا بود که کلام های حقیقت که منصوب بزرگان، همون چیزی که گفتیم. بعد این متورین از چیز آورده از اینجا، از اسناد با توجه به موقعیت خانوادگی و شناخت این منظور چیزه. من چرا حاج نعمت الله مناسب تحقیق در زمینه الحق بوده و نگارش چیز این بوده و معتبرین کلام هایی که ایشان آوردن خورشی و قلی، شیخ امیر و حاج نعمت هستش که حاج نعمت کلام های نمیدونم کلام های حاج نعمت را به اصطلاح همتراز کلام های شیخ امیر دانسته و در یک جا هم از کلام های شیخ امیر بهتر به اصطلاح یا یک مایه دارتر دانسته. در اینجا 63 کلام های علاق چیزی از قرآن نگفتند، به طوری که قرآن است به زبان کردی، چیزی غیر از قرآن نگفتند در اینجا آورده. و سیدی که رفتار جدش را داشت، سید نیست، سید سیادت سادت الحق روی این همین سخن چیزه، در این سخن هم در برهان تکرار کرده بود که سید فقط روی امر سلطان بوده که یک شخص عادی را گرفته و فرموده است تو سیدی، اولادان آنها هم اگر همان رویجشان را داشته باشند سیادت به آنها منتقل می گردد و الا سید نیستند، زیرا سیادت در الحق توارثی نیست بلکه عملا باید سید باشند. از این 11 خاندان حقیقت هیچ کدامشان ظاهرا از اولادان سادات حسینی نبودند، زیرا حقیقت به ارث نیست، حقیقت به عمل و ارکان هست و سیادت هم تحت همین قانون. و این در اینجا نورعلی الهی دو موضوع کاملا متفاوت با هم چیز میکنه، به اصطلاح تعویض میکنه. سیدها سید هستند و اینکه چیز حقیقت به عمل و ارکان هستش، این یه موضوع فلسفی هستش که به وراثت چیز نداره، ربطی نداره در واقع. اینجا هستش که ما حجت را بر خود عمل کن، نخواست عمل نکند، کلام های اهل حق
هم چیزی خارج از قرآن نگفتند. بتون قرآن است به زبان کردی، به اصطلاح همون جوهر قرآن است به زبان کردی. بعد این در رابطه با مجموع کلام که پدرش چیز کرده، جمع‌آوری که 534 صفحه روی‌نویسی کردن به نام مجموع کلام، یا خودش این کار کرد. البته کلام‌های پدرش هم که قریب به 18 جلد می باشه جز این مجموعه نیامده است. این ایشان خودشان این مجموعه را چیز کردن، گردآوری کردن. بعد اونایی که سیادت خواندیم، 11 خاندان، این سروده هستش که این در واقع آنهایی که حق بخواهند هدایتشان میکند و اگر هم نخواهند با این نوشته هدایت نمیشوند. طایفسان از این بدتر خواهند شد و بهتر نخواهند شد، چنان که شیخ امیر میفرماید. در واقع این ایشان این بند کلام از شیخ امیر را نفهمیده اند و ربطی به منظوری که ایشان اینجا مطرح میکند ندارد و این یک بند فلسفی هستش که من اینجا آوردم، ولی خب ویدیو به طول میکشه که بدان تو پردازیم. در جای خودش این را با این را چیز تشریح خواهم کرد که این بحثی هستش که چیز باشه، این مذهب نیستش بلکه نامه سفید کلامان هستش که این موضوعی دیگر است و این چیز شده، دستکاری شده و چیزی داده که معنی که در اینجا داده اصلا تفسیری که داده با پیام بند همخوانی ندارد و در واقع کاملا من درآوردی هستش. کلام نو، این سفید کلامان کارخانه سرن. بعد این اینجا دکان نو، سیاه قلمان این بحثشان وقتشان نیست. این در کلام های اصلی این بحثشان چیز شوان یا بیشونن باید باشه. یاران و شادی اینجا نیست، مزگانی هستش. دکان نوان که یاران چه به هدف یاران از به اصطلاح یاری، از جنبش های یاری، بهاری کردن کل جامعه، افکار، متروتا، روشا، همه چیز، کل جامعه، مبانی فکری فرهنگی جامعه تازه کنند و این هستش دکان نو. یعنی یک چرخه نو یاری، یک چرخش نو یاری که جامعه بر راگه حسابی یک دور بچرخ. در زمان سلطان و هفتن حقیقت واقعی در دست مردم بود. این درست هستش، منتها ایشان برداشتان درست نبود. از وقتی که به دست هفتوانه افتاده دکانداری شروع شده. این در واقع به دست هفتوانه در زمان ایشان، در زمان به صورت تولد پدرش تقریبا، بعد از در زمان پدرش به دست هفتوانه یا افتاده، یا اینکه بعد از دوران زیست پدرش افتاده. هیچ رفتی دوران سحاق نداره و سحاق در اینجا تنها مد نظر است که بنیانگذار مذهبی باشه. ولی خب این گفته درست هستش که در واقع این مردم بودن که خودشون را ارگانیزه کردن در 72 واحد به نام بارگاه و 72 بارگاه هماهنگ کننده یریکن که بدان پرداختیم برگزیدن که بعداً با رمزبار که به عنوان مادر سلطان صاحب شناخته می شود یا مادر سلطان صاحب شناخته می شود چشم کردن آیین یاری را تدوین کردن که مجموعه ای که اختیارات و قدرت پادشاه و چگونگی پادشاهی کردن پادشاه هم در جزء قوانین آیین یاری چیز کرده بودن، تصویب کرده بودن. یعنی همه این اتفاقات قبل از تعیین سحاق یا گزینش سحاق، نه تعیین گزینش سحاق به پادشاهی بود و همه اینها از مردم، از ریشه شروع شد. اینجا آورده که سید بعد از
هفته نسل واقعی نیست و این چیز حکمش نمیماند. حالا اینا نمیدونم از کجا آورده، زیاد مکس نمی کنیم روی این که بتونیم به موضوعات منتهی یا به گفتارهای مرتبطی بپردازیم. این در رابطه با جمع و چیزهایی آورده. سگ منظور سگ چیز نیست، سگ واقعی نیست، سگ یک تکیه کلام هستش و اینجا کمر بستن در مورد چیز آورده که کفارش چیز است اگر کمربند باز بشه به اصطلاح. قربان که در رابطه با سیر کمال و به اصطلاح چیز کرده، این را تعریف کرده که در رابطه با قربان به اصطلاح سیر کمال چیزش اهمیت داره. این از زمان اسماعیل به اصطلاح رایج شده. بعد این گفتن بسم الله در وقت به اصطلاح سربریدن حیوان چیز حرام حساب میشه. بعد این در اینجا آورده که سید چه سهمی دارد از جمع، بعد خلیفه چه سهمی دارد و مجموعه این چیزها همگی چیز خودشه، چیز اظهار نظرهای خودشه که مبنای به اصطلاح یا سند کلامی نداره. این سربره به اصطلاح کردی که ایشان چیزش کرده، مسیحیت پیش و پس از خوردن کسی که مسیحی که بخواد نظر بخورد باید چیز بکند، قول ازش بگیری که 24 ساعت قبل از خوردن و بعد از خوردن نظر به اصطلاح مشروب نخورده باشد و نخورد. این نظروات شریعت را باید مانند نظروات حقیقت محترم شمرد. مثلا امام حسین و باب یادگر فرقی ندارند. اینها تمایی است که چیز کرده و اینجا یه چیزی آورده که از سلطان ساک که اصلا من برای اولین بار اینجا میبینم که گویا سلطان ساک خون حیوانات گفته کمی خونش بیاره، دعا داده و بعد در جلد یا در پوست همون قربانی ریختن و این گفته که زنده میشه. بعد این دعا باید 7 کلمه باشد و این چیز این در به اصطلاح در متن دعا که به جای ای و تشار و ملک تیار اسم باب یادگار و شابرین قرار داده شده چیز صحیح نیست. بعد اینجا آورده که در زمان به اصطلاح سلطان ساک نه سلطان خودش نظر دعا داده، نه هفتن، نه هفتوان، بلکه خلیفه ها نظر دعا دادن. 89 در اینجا از هفتن، نه از هفتن باشد نه از هفتوانه. 7 خلیفه که در دوره سلطان معین شده بودند آنها دعا میدادند. این درست نیست، نه سید و نه هفتن، اصلا نظر دعادهی در کار نبوده. بعد اینجا آورده که پیر رمزبار در جمع‌های عادی چیز بوده، مشارکت داشته، ولی در موقع نظر چیز کرده، در موقع نظر رفته و مشغول طبق به اصطلاح ریاست بر طبق نظروات داشته که به جمع میفرستاد و داود در جمع خدمت میکرد. و اینا همیشه همه مفاهیم را کاملا نادرست برداشتن و در نتیجتا همه برداشت هایی که دارن نادرست هستش و اکثرا فرافکنی از اسلام هستش، از باورها یا ذهنیت اسلامی هستش. بعد گرده اینجا گفته فلسفه گرده که در زمان سلطان هر کدام از هفتن یه قربانی آوردن که رزبار
گرده آورده و سلطان صاحب گفته به عنوان قربانی قبولش میکنه هرچند خون نداره و اینا من درآوردی هستش و هیچ مبنای دیدگاهی نداره. میزان تناوب، نیت مرنوی، بعد اینا همه مورد بحث قرار داده که در برهان هم آورده بود. بعد 1200 کسی که بخواد اینجا سر بسپارد باید از لحاظ شریعت مطابق شیعه اثناعشری جعفری باشد. اینجا که آمد از طریقت معاف است، به حقیقت سر سپورت دیگر نمی شود برگشت، اگر برگشت مردود همه جا می شود. بعد در رابطه با شارب که از مولا از جنگ سفین متداول شده و این از چیز که الحقا به صحاک رفتش میدن و به دوره صحاک. بعد اینجا آورده که اگر قانون عمومی، قانون کشور بر زدن شارب عموم حکم کند، زدن شارب اشکالی ندارد. بعد گفته که شارب نزدن در کلام سرانجام اشاره ای ندارد، که یعنی کلامی وجود ندارد که حکم بکند که سبیل نباید نزنید یا کوتاه نکنید. آمده که داشته باشید، ولی حکم نداده شده که سبیل باید نزنید. ولی خب خیلی اشعار جعل کردن که گفته باید مهر باشد و این بدین معنا هستش که یعنی نزنید، کوتاه نکنید. بعد اینجا در مورد وصلت در بین خاندان ها آورده، پیر و دلیل و این چیزا نباید با هم چیز بکنن، وصلت کنن. اینا همه من درآوردیه. الحقای قدیم خیلی ترس ها، این خیلی جالب هستش. الحقای قدیم خیلی ترس از حق داشتن گویند شخصی بود از سواد نداشت، اما مقداری کلام از استادش که اهل گوران بوده یاد میگیرد. روزی مشغول شم زدن بوده و این کلامات زمزمه میکند که ناگاه یک کلمه از آن فراموش میکند و برای شبهه حاصل میگردد. بلا فاصله جفت گاوش را به رفقایش میسپارد و به منزل ببرند و خودش از همانجا راهی گوران میشود. بعد اینجا مسافرت مشکل علی رغم این چیز میرود از استادش میپرسد، مطمئن شود و بر میگردد. ببینید الحقای قدیم چقدر مقید بودند که کلام حق را عوضی نگویند، در واقع این تاریخ خودشان را عوضی نکنند، چون کلام های یاری، دفتر یاری، تاریخ یاری گوران ها هستش و اینا مقید احساس مسئولیت این را داشتند که تاریخ خودشان را که به درستی یاد بگیرند و در فهم کلام ها هم به کرار تأکید شده است که در جای خود بودن ها میپردازیم. نامگذاری طفل معنی سرسپردن اینجا آورده که سلمان به اسلام دوباره رد داده. سلمان و بعضی دیگر پس از آن که اسلام را قبول کردند تا نزد حضرت علی سر سپرده نشدند به آن مقام حقیقی نرسیدند و سبیل از علی سر سپردن از اونها. پول سیچ کار عالی سادات عالی قلندر آورده که باید به خاندان شاه ابراهیم سر بسپارند، چون سادات شاه ابراهیم گوران خوک میخورند. سادات عالی قلندر برگشتند که به خان آتش بگی ها سر میسپارند. این در رابطه با مرنو آورده که همون چیزیه که در برهان الحق آمده و همون چیزیه که حاج نعمت آورده که شیخ عیسی تعقیب میشه در چیز میکنه در مرنو، در قار مرنو.
بعد این 3 روزه را به چیز از مردم دیرینه تر هستش که به ایام ایام خاصی میکنه که در زمان آدم مرسوم شده است. این 3 روز همین است. این 3 روز را ایام البیض خاص میگویند و از زمان حضرت آدم مرسوم شد. وقتی که آدم از بهشت رانده شد 3 شبانه روز در حال گریه‌زاری و توبه بود تا توبهش قبول شد و خداوند گناهش را بخشید. بعد موعدش درست در همین 3 روزه نیت مرنوی هستش. این در مورد سعاد نوشته که بیش از 130 سال عمر کرده که فرزند ظاهری چیز بوده. بعد برادران سعاد چیز میکنه، روزه قبل تا دوباره تکرار میکنه و این خشت هم که ما خشت مینامیم و این بیت هم به طور کلی چیزش نادرسته برداشتش. اینجا از شیخ امیر از سیاد موینن شون گاو سیاد موینن، این منظور چیزه، منظور پروسه سازماندهی هستش و گوره گاو در اینجا منظورش این کسی که شایسته مقام شاهی باشد و این چیز این که ربط داده به مسئله روزه این چیزا به طور اساسا نادرست هستش و هیچ ربطی به روزه ندارد. بعد اینجا که علت ناگاهی موعدهای متفاوتی دارن در میان الحقا برای مناسبت روزه. بعد قولتاس را معنی کرده. شیخ امیر چوپانی بوده که اینجا آورده که شیخ امیر چوپانی از ایل زوله بود، از طرف خدا به او جلوه ای می شود و خود را می شناسد. نکات فلسفی خیلی بزرگ در کلامهایش هست که صدها بو علی سینا و جالینوس باید زحمت ها بکشند تا بعضی از نکاتش را درک کنند. در واقع این سخن بسیار بسیار ارزشمند هستش و کاملا درست هستش. من در جای دیگر این را خراب می کند و می گوید شیخ امیر چوپانی بوده که سید فرزی به ایشان چوبی میزنند و ایشان چشمش باز می شود. این میرساند که او در سابقی حکیم هم بوده و اصلاحات فلسفی در نظرش مانده است که این را از از دونهای قبلیش به برس برده بوده که در اینجا هم خرابش میکنه. ولی خود در این که کلام های شیخ امیر فلسفی هستش در این شکی نیست در این گفته. این تفسیر از شیخ امیر هم نادرست هستش و اینا هم چیز مخدوش هستش. این بعضی کلماتش چیز عوض شده است در اینا. این را اشاره کردیم که نادرست هستش. بعد 38 کلمای الحق برای اشخاصی آمده است که روحاً در مرحله حقیقت باشند. قرآن و کلمات دیگر پروردگاری مانند کلمات حقیقت سببی هستند از اسباب الهی برای اهل دل تا وقتی به آن کلمات برسند آنچه را که باید بفهمند از آن الهام بگیرند. بعد اینجا شامعمان تعریف کرده که در واقع یک خاندان بیشتر نیست و آن هم از شاه ویسقلی منشأت می‌گردد و همین شاه ویسقلی هستش که مینورسکی و ایوانوف در اون جدول 7 مرحله آوردن که جد چیز میشه خان آتش. تجلی را تعریف کرده در گفتار 1200
1240. بعد اینجا آورده که کسی غیر از مرتضی علی و سلطان قطب نمی بینم، حتی شاهباشین و بابا ناؤوس. اینجا کسی غیر از گفتار 1246 سلطان قطب نمی بینم، زیرا هیچ گونه عیب و نقصی نداشتند و کامل و جامع همه چیز بودند. هر کس دیگر این اسم را بر خود بگذارد بی مسماست. حتی نمیتوانم بگویم که شاهباشین و بابا ناؤوس هم قطبند. در اینجا خودش که در مقام داور قرار میدهد، دیگه از آن مرحله گذشته که زبانش قاصر باشد در مورد علی چیزی بگوید. بعد اینجا آورده که دو شخص را بدون نقطه ضعف میدانم، حضرت علی و حضرت سلطان. فقط این دو نفر هستند که واقعا بدون نقطه ضعف ظاهر و باطن می باشند که ایشان دوباره داور ظاهر و باطن می شوند و این شخصیت ها را چیز می کنند، داوری می کنند، مقام اینا را داوری می کنند. بجز این دو همه دارای یک نقطه ضعف ولو خیلی کوچک هم باشد هستند. جز خدا کسی بی نقص نیست. واقعا این دو نفر جامع صفات ظاهر و باطن بودند. پس در اینجا اشاره داره به این که این دو نفر چه خدا باشند، چون در بالا گفته نقص ندارند. بعد در اینجا جلسات غیبی شروع می شود که در عالم غیب جلسه‌ای داشتیم، چنین مطرح شد: عامه و خاصه قائلند بر این که اگر شمشیر علی نبود اسلام وجود نداشت. حضرت مولا که هیچ گونه نقطه ضعفی در زندگیشان وجود نداشته است، چگونه در این مورد افراط کردند. بعد در اینجا آورده که هر عضوی از بدن فاسد بشه باید جراحی بشه که بقیه اعضا را فاسد نکند، و حضرت علی هم کسانی را به اصطلاح کشته که جامعه را فاسد نکنند. و این خود جواب خود چیز بوده، علی بوده که آن حضرت در جواب فرموده. بعد دوباره تاکید میکنه که سبیل از زمان علی چیز شده، مرسوم شده. زرتشت یکتا پرست بوده. بعد بودا هرچه زرتشت گفته اونم گفته به اصطلاح. بعد مولانا نصرالدین یک شخص حقیقت دارد به اصطلاح. مولانا نصرالدین تاریخی هستش و از عرفای کامل و علمای بزرگ زمان بوده. بعد خرافات چی بهش میگن؟ شیخ ابوالحسن خرقانی، سلطان بایزید بستامی، شیخ ابوالسعید ابوالخیر و شاه نعمت الله ولی صلاحیت ارشاد و هدایت دیگران را هم داشتند که اینها به اصلاح علاقه هم به زادداران و باطنداران در لیست زادداران و باطنداران احتق حساب می شوند این شخصیت ها. بعد پوریا ولی هستش. همه اینا که از همینجا سرچشمه میگیره که از و صدیق بوره که اینا را ردیف کرده در نامآوران یارستان و همه را جز چیز باطنداران و زادداران و کرامتداران و همه چیز را چیز کرد. شیخ صفی الدین اردبیلی و بنیامین معجزه گیان هرز که این روایتی چنین است که شیخ صفی الدین دیگه کارش تمام، درسش تمام می شود نزد شیخ زاهد گیلانی و ایشان شیخ زاهد ایشان را حواله چیز میکنه، میفرسته پیش سلطان سال که میره برای پردیور و در میبینه که بنیامین مشغول کندن گیاهان هستش، گیاهان الفای هرز هستش و میگه این شما مشغول چه هستید و معجزه میکند به اصطلاح صفی و گیاهان هرز را
از خودشان به وسیله معجزه از زمین خارج میشن و در کناری جمع میشن و بنیامین ازش ایشان میخواد که دوباره سر جای خودشان برگرداند، چون مردم میفهمند که من معجزه کردم و شیخ صفی میگه که من دیگه نمیتونم کاری بکنم و بنیامین خودش چندین بار اینا را از زمین میکنه و میفرسته خارج باغچه به اصطلاح یا همون زمین بوستان و دوباره برمیگردانه سر جای خودش. حاجی بکش همان حضرت سلطان هستش و همین متاسفانه که حاجی بکش هم که از سلسله های پادشاهان حساب میشه از همینجا ناشی میگرده که ایشان که یکی از به شاه مهمانان یا که شخصیت های هستش که ذات سلطان داشته ایشان. حاجی بکش ها و شاه ایازیاد در هر دو زن در ذکر جا میدهند. بعد این هم در رابطه با سبا خلاصه آنچه این دو بزرگوار حاج نعمت الله جیهون آبادی و نورعلی الهی در آثارشون آوردن در به مثابه دانستنی و به عنوان به اصطلاح مرسومات در میان الحقات جاری هستش، ترویج شده. درویش خان بعد شاه ایاز از اولیای قرن 12 هستش، این که آورده که از هندوستان آورده، یعنی شاه ایاز چه بوده از هندوستان به ایران آمده باشد. بعد اکثر امامزاده ها جعلی هستش آورده که گفتار 14. تیمور اول در کرمانشاه چیز میشه، شهید میشه، آورده در اینجا که در مقبره آقا سید ساله در کرمانشاه دفن شده. بعد اینجا در مورد چیز آورده، تشکیلات به اصطلاح تشکیلات سلطانسا یا تشکیلات یاری آن زمان، ولی خودشان به تشکیلات سلطانسا چیز کرده، القا کرده که اینا چه شدن، کی چه کار کرده و دوباره داستان قادر و خضر و سلامت پیش کشیده که ساک را دنبال کردند و از برزنجه چیز فرار بکنه. هر کس قرآن را این 14-19 گفتار، هر کس قرآن را فهمید سرانجام را هم میفهمد و هر کس هم که سرانجام را فهمید قرآن را فهمیده است. از بین 72 نسخه کلام سرانجام که دارم، کلام به خط آقا احمد را از بقیه معتبرتر میدانم که این آقا احمد هم مسندنشین خاندان شاه ایاز بوده که این مسندنشین مطمئنا کلام سرانجامی در آن زمان در دسترس نداشته است. بعد آورده که در کلام سرانجام اصلی چیزی درباره جزئیات و فروعات از قبیل طرز انجام نظورات و نحوه پختن آنها نیامده است. دفتردارها و بقیه باطندارهای بعد از سلطان بودند که این جزئیات را شهر داده‌اند. در سرانجام اصلی فقط فرموده مثلا نظر بکنید، قربانی بکنید، روزه بگیرید، در صورتی که این هم درست نیست همین مقدار. چون وقتی که بنیانگذار دین این مرسومات را اجرا نکرده باشد که مردم بدانند چگونه اجرا کرده، پس از اساس این چیزها هم نبوده است. در اینجا 14-21 مقایسه همونطور که عرض کردم کلام شیخ امیر و حاج نعمت الله در بین تمام کلام حقیقت نظیر ندارند. بعد سلطان اینها در مورد معجزات سلطان که معجزاتی میکند که چیزای من در آوردی خودش هستش. بعد اینجا هم
بعد 1424 آورده که سلطان هرچی پیغمبر حلال کرده و هرچی پیغمبر حرام کرده حرام کرده. بعد در اینجا با اینکه ذات علی و ذات سلطان یکی است، شیدای هر دو هستم، اما سلطان را از علی بیشتر دوست دارم. طوری مثلا این جملات در ذهن نقش میبنده یا پیام میفرسته که انگار اینا از کودکستان خیلی رفیق بودند، از کودکستان با هم بزرگ شدن. بعد در توصیف اینجا سلطان قدش بلند بود. در اینجا توصیف این تصویرهایی که از حضرت علی هستش در دست مردم شباهت بیشانه دارد، یعنی بدین منظور است که ایشان علی را دیده. حضرت علی دارای چهره سرخ و سفید، موی خرمایی مجعد، چشمهایی مشکی و گیرا، قدی متوسط مایل به کوتاه و چارشانه بوده. سلطان قدش بلند، سینه‌اش فراخ، مویش مات، ریشش دفاق و خاکستری بوده. با این که ذات علی و سلطان یکی است و شیدای هر دو هستند، اما سلطان را از علی بیشتر دوست دارم. این را خواندیم. هر روحی با یکی از جامعه ها انس میگیرد و این یک نوع سنخیت معنوی است. سلطان فقط به خواب من می آید و با من سر و کار دارد. قاضی الحاجات است برای من. سلطان در موقع غضب شدیدترین غضب را دارد و در موقع رحمت هم رحمت شدید دارد. زوج نبتین و اصطلاح زوج نبتین یا دوگانه است و هر کدام به موقع خود، یعنی غضب و رحمتش دارای این دوگانگی هستش که هر کدام در موقع خودش به کار میگیره. داوود اصلا غضب ندارد، مصطفی اصلا رحمت ندارد و اینها انگار توصیفی از همبازی هاش هستش. و این است که عرض کردم در یه مقطعی از زندگیش نور العلی در واقع از واقعیت بریده میشه و به دنیای خیالات و ارائه سخنانی میپردازه که اصلا که واقعیت نداره، حتی برای خود تا جایی که اطلاعات من اجازه بدهد در دنیای متصوفه هم چنین به اصطلاح شهود نمیتوان به کلمه بگذارم، اینطور که در میراث صوفیه آورده دکتر زرینکوب که آنچه که تجربه باطنی هستش نمیتوان بیان کرد با کلمات. و در اینجا ایشان به راحتی میتونه توصیف بکنه چقدر صفاتشان، خصوصیاتشان چطور است، غضب کجا به کار بردن و اینا هزار نظرهایی هستش که خیلی فقط نمیدونم قضاوتش برای دیگران. بعد توصیف چهره، بعد علی دوست دارم. بعد در اینجا 27 که شاخاشین مظهر در اینجا گفتار 20 شاخاشین مظهر رحمت و بابا ناقوس مظهر غضب بود. جلوه جباری ذات حق در بابا ناقوس بود، جلوه رحمت ذات حق در سلطان سار بود، جلوه عدالت ذات حق در علی بود. مثلا بابا ناقوس مأموریتش غضب بود، زیرا صفت جباری خدا به او داده شده بود. هیچ کس هم از او رحمتی ندید، هیچ مسئولیتی هم نداشت. و به داود بگویند تو مأمور غضب شو، هیچ وقت نمیشود. به مصطفی بگویند تو مأمور رحمت بشو، هیچ وقت نمیشود. در اینجا شاخاشین در حدود 50 سال و بابا ناقوس در حدود 2 سال ظاهر بودند و این بسیار اطلاعاتی نادرست هستش و سندی در این رابطه ها نیستش.
در سرانجام کلام شاخوشینی می نویسد که 4 ملک شاخوشین رمه میرزا امان را به غارت بردن که در اینجا این روایت به طور کلی نادرست هستش، در صورتی که رمه میرزا امانه را کسای دیگه میبرند. 4 ملک نداره شاخوشین و شاخوشین در واقع پادشاه که دیگران ظلم میکنند و در زمان به اصطلاح یاری ایشان قلعه کنگاور به اصطلاح خاپور میکنه و عده‌ای دزد و به اصطلاح جرده اونجا را سرکوب میکنه و موضوع به اصطلاح میرزامان هم در موقع خودش مستند به کلام های اصلی اون سخن را باز میکنه. بعد غروب میکنه یا تنبور از کوب میفته و همین ادعای پوچ بدون اساس در میان مردم رایی شده که تنبور نوازی از زمان شاخوشین مرسوم شده و نوصده هر کدام یه ساز داشتن، یه مقام میدونستن و خیلی روایت های پوچ و بی اساس از همینجا مشتق شده. 1428 کردیم تنبور. بعد اینجا در رابطه با 433 شاهیت و سیدفرزی و آتشبک همزمان بوده و هر سه شاه مهمان بودند. شاه مهمان را نمیتوان مظهر الله گفت، فقط ذات بشر حق را میشود مظهر الله نامید. شیخ امیر و دستور و جمشیدبک هر سه بنیامین مهمان بودن. همین اظهار نظرات در میان الحقا شده به دانش تبدیل شد. همین اظهار نظرات خام و بی اساس. ما پیرو مرام سلطان اسحاق هستیم. همه اش را تحقیق کردم، نه تقلید عمل میکنم و اصراری هم ندارم کسی قبول کند یا خیر، زیرا دینداری را برای خدا میکنند نه برای مردم. بعد در اینجا مظهر الله بودن درست، ولی باید دانست که آن ذات تا چه حدودی در آن جسم میتابد و قدرت به او میدهد. مثلا جامعه علی و سلطان در تمام کرات قدرت کرات، در تمام وصلات تکرار ظهور قدرت خدایی داشتند و اما بابا نوس و شاخوشین چنین قدرتی نداشتند. در اینجا به شافظل و اینا میپردازه که بخشی از هویت الحقا هستش. شافظ، بابا سرنگ، شاخوشین و بابا نوس هیچ معمولیت برای جامعه نداشتن و این اظهار نظر همونایی هست که در دستنویسی منتسب به شخصی به نام کابشر بزهوی که گویا کاتب سید شمس‌الدین حیدری بوده هم آمده که این پادشاهان شخصیت های ما قبل مقام پادشاهی داشتن، ما قبل ساکنه به اصطلاح دیوانوش چوپوچولا این چیز بودن، بدون مسئولیت پذیر نبودن و به خاطر اینکه زمین سازی کنن که شخصیتی مذهبی کاذب از سحاق بتراشند. ذات سلطان چون بعد از علی است تکمیل تر از جامعه علی است. گفتار 1436 حضرت سلطان و یارانش ظاهرا سواد نداشتند. این بزرگوار چه اظهار نظرهای خامی در این رابطه کرده که این فیلسوفان را بی سواد، سندت کجاست؟ در بین آنها فقط ملا رکن الدین دمشقی ملقب پیرموسی بود که سواد داشت و از مجتهدین مسلم و مرجع تقلید زمان خود بوده است. این ذات اصولا هر وقت به دنیا بیاید برای همین کار است. بعد از تمام غلامان سلطان فقط 7 بودن که میتوان گفت کمال طی کردن. خداوند هیچ کس را به قلم پیرموسی نیندازد. پیر رمزبار و داود خیلی رحیمند و اینا چیزهایی هستش که خودش در آورده. از 7 یک چیزشان ناراحت میکند.
طالب مرید و خاندان بودند. وقتی سلطان خاندان ها را به اسمشان کرد خیلی کیف کردند. از این حیث خیلی با آنها میانه ای ندارم و این در واقع نوعی بیان واقعیت زندگیش هست که آنطور که میگویند میانی خوبی با سادات وقت نداشتند، با همسایه هایشان نداشتند و خیلی آزارشان هم دادند، هم خودش هم پدرش. و در واقع اینها حاصل افکارشان، حاصل زحمتشان را بردند، هویت خودشان کردند الحقا یا خاندان ها، و بعدا هم به خصومت ورزی و اذیت و آزار آنها پرداختند. و این چیزی هستش که در این میتوان برداشت کرد در بعضی از این گفتارها. حضرت سلطان و یاران این ذات سلطان چون گفتیم، اینم خواندیم. زارن سواد نداشتن، بعد هفتمانه بعد اینم خواندیم. این کلام فریاد رس داود چیز نوشته، چیز 1442 اینجا که این سروده پدرش هست، کلام فریاد رس داود، که به کلام میخوانند همراه تنبور به اصطلاح. و من نمیدونم باید این پیگیر بشم که درست داشتش یا نه که از ایشان باشد. ولی خب بعضی از این داود درد من که بند دیگری هستش از تیمور که به منتسب تیمور هستش، اشعاری ساختگی هستش یا ابیاتی ساختگی. ایوت هشار حشر تمام موجودات به دستش است و شفیع تمام موجودات است. شاه ابراهیم هم انتظامات دنیا و آخرت به دستش است. ملک تیار لقب شاه ابراهیم هست و این لقب به خاطر این بوده که یعنی پرواز کننده و تیار یعنی آماده. چنان که شیخ امیر میفرماید دلت تیار بود، که این درست نیست و هیچ ربطی به اون ندارد، به اون اظهار نظر. یعنی آمده باش در موقع بیابست باید هر هفت حاضر باشند. در بیابست پردی و 6 نفر از 7 جسمن، این یکم بزرگ بکنم، جسمن حاضر بودند، ولی شاه ابراهیم چیز نکرد. در هر هفت حاضر باشند. در بیابست 6 نفر از 7 جسمن حاضر بودند، ولی شاه ابراهیم چی در جسم و دون نبود. روحش تیران کرد و در جمع بیابست حاضر شد یا بیابست فارسی تلفظ. بدین واسطه ملقب به ملک تیار گردید. شاه ابراهیم معمولا در اقداماتش همیشه نفع خود را منظور می کند. اینجا هستش که آورده شیخ امیر چوپانی بوده از ایلزوره. بعد از آن که یک تازیانه، من چوب گفتم پیشتر درست نبود، تازیانه از سید فرزی میخورد چشم از باز میشود، که در آنجا که از خدا ایشان را به چیز میکند، باطندار میکند که صاحب فلسفه میشه. این تقسیم ایام، هفته و سال و این چیزها که هر کدام هنوز هم در میان به اصطلاح الحقا این چیزا مرسوم هستش و خیلی هم در نزد بعضی شاخه هایشان یا سکه هایشان هم تاکید بر اینها می شود. ملک جد کلانتری در روزی به تیمور ارز کرد که اینها سخنان دیگه هستش. ایام فسوقی چیز کردیم، معجزه تیمور، شفاعت و رحمت. بعد تیمور آتشبک در تبریز زندگی کرده و چیز روزه بوده و شیعان مهمانش میشن و مجبورش میکنن که دم به قلیان بزند و به همین
از همانجا چیز اصل می شود که در میان آتش بگان قلیان چیز بشه، حرام بشه و نمیدونم این درست هستش یا نه. که نوشته فکر کنم نوشته که این نقص میکنند و رعایت نمیکنند. چندین سال بود در اسم حاجی بابو حسین شک داشتم که بابو حسین است یا بابو عیسی. یک ماه پیش تشریف آورد و گفت من حاجی بابو عیسی هستم، اما سلطان اسم مرا حاجی بابو حسین گذاشتند و این هم ملاقاتش با حاجی بابو حسین. بعد اینجا یه نظر خام دیگر یا سند دیگر که گویا تیمور چیز نکرده. تیمور گفتار 1454 که قبل از مردن، قبل از شهادت به اصطلاح گفته یارستان باید سری یک شاهی بکند و این اولین بار من این چیز را میشنوم. و این هم درش روایت بی اساس و پوچی از شخصی به نام شریفه میاره که رو پول نگهبانی میده، بعد یک زن و دو فرزندش میان به زن تجاوز میکنه و وقتی پیش سلطان صاحب میرن ایشان گناهکار را میشناسد و میگوید رو فرزندانش که در آب انداخته بیاورد و زنده میکند و داستان حکایت خرافی اینجا آورد. هست جاهای دیگه این روایت به صورت شعر برایش ساختن که سند کلامی بشه. ذات چیست؟ این تعریف میکنه مقایسه ذات و مقایسه دوباره مقام علی، ظهور ذات و ظهور کل، که اینها چیز در اینجا به روایتی از سیبراکه میپردازه که خیلی کلامهایش معنادار هستند. از همون سرچشمه که شیخ امیر کلامهایش را آورده، این در واقع این میرساند که در این زمان نورعلی الهی با کلام های نوروز سورانی که آشنا نبوده. این سیدراکه چند کلام از نوروز بیشان منتسب کردن و در واقع کلام های شیخ امیر نیستش که سرچشمه کلام های سیدراکه باشه، بلکه کلام های دزدیده شده نوروز سورانی هستش که به سیدراکه منتسب شده. حیدر براکم گفته که حیدر نامش بود و براکم کرده که به سیدراکه معروف شده و این روایت هم هستش. این در رابطه با زندگی فصل 23 در رابطه با زندگی چیزه حاج نعمته که چطور چیز میشه زندگی را طی میکنه و چه مشقاتی در زندگی متحمل می شود و این دوباره به چیز می پردازه که 15,000 بیت هستش. حقایق یا شاهنامه حقیقت چاپش کرده کتاب مقدس دانسته. بعد دوران باطنداری چیز اینجا سلسله چیز تشریح میکنه که باطنداری در میان شاهی اسیا چگونه بوده، بعد که به پدرش هم جز اونها حساب میکنه. درویش طبقا بکنه همون توصیف بود که گفتیم درویش قبلا لقبی معنادار بوده. بعد سید ابراهیم که کسی بوده در میان چیز که آقا سید به نام آقا سید ابراهیم که ایشان حافظه خوبی نداشتند ولی خب همه کلام ها از بر بودن و پدرش چیز از کلام های ایشان یادداشت برداشتند. این در واقع میرساند که پدر ایشان هیچ وقت هیچ دفتری ندیده، برخلاف آنچه که نورعلی میگه که من در ایام کودکی همراه پدرم به منزلی رفت آمد داشتم که کلام های پیرمیسی دیدم، سخنان سلطان سعاد که پیرمیسی یادداشت کرده. ببینیم چه چیز اینجا دیگه بسیار بسیار چیز میشه
از دنیای واقعی بریده میشه. آقا فرمود در ابتدای تجلی هم شبی 2 مأمور غیبی آمدن گفتن خداوند به شما مأموریت داده بروید تخت و تاج را تسلیم کنید، که این البته در رابطه با پدرش هستش که شاید مقدمه چینی برای ظهور خودش بوده در آن مقطع. پدرم در فیور که به زیارت سلطان رفتم کتاب دعایی همراه هم بود که سلطان فوراً آن را به آب انداختم، بعد مرا پذیرفت. خلاصه این خانواده با خانواده علی و خانواده با شخص علی و شخص سلطان صاحب میانه بسیار بسیار خوب و کودکستانی داشتند. 75 دوازده درویشی از پدرش هستش که درویشی که خیلی طولانی شد ویدیو. در مسجد چیز اذان گفته پدرش در کنگاور. بعد اینجا از معجزات و خیلی روایت هایی بدون از واقعیت چیز کرده. سربازان روسی در جنگ جهانی اول در منطقه به اصطلاح حک حرمت میکردن، غارت میکردن و اینا نکات جالبی هستش در واقع. هزار و 1493 این هفتن حتما در قشون باطنی هستن ولی هفتانه جز قشون باطنی نیستند. حاجی بزرگ در قشون باطنی بود. حاجی بزرگ منظور پدرش هستش. بعد اینجا 94 وبا اومده و پدرش به مسجد رفته و مردم را ضمانت کرده که مسجد جامع ضامن شده که کسی تلف نمیشه از وبا. بعد ذکر زنان چیست در مجلس ذکر زنان در اینجا از طرف شیخ جانی خواهر استاد خانم ها را مجاز شدند با حفظ حریم و شؤونات خاص در جمع‌های رسمی مانند مدار شرکت کنند، مردان و نزورات را هم دعا دهند. و در اینجا به شیوه به اصطلاح درویشداری پدرش میپردازه که کتک زده، در خیلی کارهای عجیب و غریب برای تعلیم به اصطلاح دراویش انجام دادن، هم ایشان هم تیمورستانی و بعدا هم نور علی الهی این را به ارث میبره. حالا ننوشته که ایشان خشن برخورد کنی یا نه، ولی منظور ریاضت کشی و شاگرد پرورش شاگرد یا شاگردی که سالکی که سیر سلوک میکنه. دوره مشروطیت بعد در اینجا این بند چیز آورده هیار دوی سکه وشان اتار دوی. در اینجا معنی چیز معنی نادرستی از این برداشته که در اینجا اتار گفته که منظور چیز منظور یعنی سکه رواج حقیقت در واقع این نیست. این حالا کلام نیاوردم اینجا، ولی سکه وشان یعنی پراکنده کننده سکه. این گوهرافشانی باید می بود که اتار در اینجا معنی چیز میده، یعنی که بوی خوشی میآید. معمولا وقتی در شروع یاری ها و از وعده یا مژده خوش از سخن گفته می شود که تشبیه شخصیت هایی که پیشگام می شوند به اتار که با مژده خوش برای جامعه می آیند که جامعه را گلستان بکنند و بوی خوش به جامعه برگردانند. و اتار در جهانبینی دانایان
گوران یا کران این معنی را پیدا می. بعد نوع ریاست اینجا پابرهنه در وسط زمستان، شلاق درویش ها و خیلی روش های نمیدونم چقدر نست کدام گروپ ها دانش لازم ندارم، ولی خب روش ها به نظر میرسه خیلی خشن باشه. شکست قای عثمانی که پدرش چیز کرده با از طریق معجزه باعث میشه که عثمانی‌ها شکست بخورن. بعد در اینجا یه اظهار نظر داره که تمام شاهنامه در ظرف 40 روز پدرش گفته و ایشان یادداشت کردن. اشعار شاهنامه که 15,000 که در بالا نگاه کردیم 15,000. کلام های آقا بزرگ 3 قسمت هستند که این منظور پدرش هستش: شعور، پندیاد و تاریخ. پندیادش از کلام های شیخ امیر بهتر هستش که در اینجا آورده که 3 قسم شعور، پندیاد که بی اندازه عالی و عمیق است، حتی از کلام های شیخ امیر هم بهتر است بخش پندیاد. بعد این زیارت آخرین زیارتش میشه پدرش که فوت میکنه. گفتاره که بعد در اینجا در رابطه با بعد از پدرش که درویش ها از ایشان متواری میشن، مردم اذیت میکنن. بعد اینجا در مورد بسرا غیب شدن جسد پدرش در تابوت سخن میگوید و خیلی چیزهای دیگه. جامعه حاج نعمت الله در اینجا آورده که جامعه حاج نعمت الله امتیاز از جامعه پیر بنیامین بیشتر است. وقتی جبرئیل برای تشریح موضوعی بخواهد ظاهر شود، جامعه حاج نعمت الله را بر تن می کند، نه مال پیر خضر که اسمی دیگر است برای بنیامین. بسته پیر خضر شاهوی. بعد اینجا که دودمانشان به پدر رمزبار برمیگرده. بعد اینجا تولد خودش را به صورت شعر گفته. اینجا آورده 1549 که روز تولد من ظاهرا چیز کوچکی است، اما بعدها خیلی ریشه میدواند و اثر بزرگی میگذارد و جز واقعی شخصیت و مقام این را قرار میگیرد که در واقع درست میگه ایشون. بعد در اینجا که روح بیشان حمله ور میشه، 53 بچه بودن، چند روح آمدن و مرا از دست موجودی خبیث که به من حمله کرده بود نجات دادن. بعد 9 سالگی به روز و ریاضت میپردازه، با شیوخ قادری مراودت داشته. بعد روحش میگه که سید بوده. تولد دومش در خانه سلطان ساک در اونجا بوده که نورعلی میگه در سلطان خانه خدا مطابق با روز تولد علی بن ابی طالب هستش که تولد نورعلی الهی مطابق است با روز تولد علی 13 رجب. زندگانی من و علی طابق النعل بالنعل یکی است. پدرم حاجی بزرگ مرد و با همان روح به او مأموریت دادند، اما من مردم و روحم عوض شد و روح دیگری به من دادند. در سن 11 سالگی در مقصد سلطان روحم عوض شد و روح سید نور علی به من دمیه شد. دو هم بازی خیالی داشتم به نام تتوت یا توت و سید کریم همه قدرت ها را توت داشت و سید کریم کمی دو ارزه تشریف داشت. حاجی بزرگ چگونگی مردن و دوباره زنده شدن خود را به نسل یکی از آثار
به نام فرقان الاخبار و همچنین به نظم در شاهنامه حقیقت شرح میداد. ایشان هم مرتو زنده شدن. اینه که پدرش مهری براش کنده که روش نوشته نخستین علی بود آخر علی است و زنور علی هر دو عالم دلی است یا جلی است. در سکت مهرم همیشه الهی و نور علی هر دو هست. بعد این در بچگی 7 دم بز داشتن که اینا رو 7 میدانستن و چیزایی عجیب و غریبی. علی و سلطان علی خداست، سلطان خداست. و شبی در عالمی بودم دیدم دستی از پی پیدا شد که 2 جسم روی آن بود. فرمودند ببین این 2 تا جسمی بیش نیستند، خدا را بشناس. از آن وقت به بعد خدا را شناختم که ذات است و جسمیت ندارد. مخلوقی بالاتر از حضرت علی و حضرت سلطان نبوده. از این رو جسمشان هم امتیاز بر سایر جسم ها دارد. بعد علت خصومت رهبران مذهبی با نورعلی الهی کونه پرستی و خرافه پرستی آورده بهرام الهی. بعد 40 ریاضت، بعد زیارت با اسب سفید، همه به خلاصه اینجا دیگه ظهورات و معجزه و مردن و زنده شدن و خیلی خیلی کرامات دیگه رخ میداد. حضرت مولا زیارت نجف، بعد از زیارت نجف که بودم سوال کردم خداوندا این رویه‌ای که من اتخاذ کردم آیا اشتباهی دارم یا نه؟ شب حضرت مولا آمدند و فرمودند دین تو دین ابداعی است ولی نیک ابداعی است. در این موقع پرده عوض شد و دیدم 2 نفر آمدند و با هم صحبت میکنند. یکی به دیگری میگوید دیدی که خود مولا آمد و دین فلان کس را تصویب نمود، پس فلان کس پیغمبر شد و هرچی بخواهد خواست خدا است. به آنها گفتم این دین برای شخص خودم و فرد خودم است، نه به کسی راهنمایی میکنم و نه برید پیکارتان. بعد اینجا هم چیزی که الحقا به ارث بردند این 14 معصوم هستش که مقام هاشان در پدیور حسب فرموده اصل سرانجام 14 معصوم مظهرشان اعلام حضرت محمد سید محمد مقام، حضرت فاطمه خاتونی مولام. بعد اینا آورده که چه به چه هستش. این 14 معصوم پیر رستم حالا نمیدونم چه رد داده و اینا سرهنبندی های خودش هست و هیچ اساسی نداره. ختم قرآن که ایشان 220 مرتبه قرآن را ختم فرمودند. بعد اینجا آورده که یک وقت در سلطان بودم عالمی پیش آمد و این کلام را گفتم و فدای منزلگاه علی پای شیخانت بام، نظر چاوکی علی جام جهانت بام. دینم دین شام خوشین شاد بای که شادم کردنی و پای شندرکو علی فیضم دادنی. که در اینجا این چیز آورده در توضیح جام که گویا منظور نور علی الهی بوده که چشم علی جام جم باشه. اینجا دوباره کلام به خط پیروسی 2 بار خوانده ام که در دیده ام بود در بالا، ولی در اینجا دیگه میخونه و هیچ از دست کلام های به اصطلاح جعلی هم مینالد. 72 نسخه داره، هیچ کدامش درست نیست و خودش این خونده ولی رونویسی بر نداشته، یا چیزی از حفظ نداره. 2 بارم خونده، 220 بارم قرآن خونده. اصول عقاید حاصل 1 عمر تجربه است و اینجا چیز کرده با بسم الله الرحمن شروع کرده و اینها
بعد شهادتین الحق، این چیز شهادتین الحق هم درست کرده که اینها باشن. این شهادتین الحق به نظم فارسی یا حق اقرار است یا حق اقرار است به قطع و یقین اینم اقرار است که این گویا به کردی هم باید باشه. خب عزیزان، چیز ویدیو خیلی خیلی طولانی شد، طولانی تر از سایر ویدیوها. 2 ساعت و حدود 15 دقیقه رفته اینجا. من بیشتر مزاحمت نمیشم غیر از یک کوتاه جمع‌بندی که عرض کنم. این دو بزرگوار آشنایی با کلام نداشتند، دسترسی به کلام‌های اصلی نداشتند و بعد کلام خوانیشان، مهارتشان به اصلاح هنری در تفسیر کلام نداشتند و هنر توانایی و دانش این دو بزرگوار حاج نعمت راجعون آبادی و نورعلی الهی در به اصلاح وادی اسلام، قرآن، تصوف، حدیث و به طور کلی فقه و ادیان ابراهیمی بوده است و در رابطه با جهانبینی دانایان کردان، این بزرگواران هیچ دانشی نداشتند، برداشتی نداشتند که دانشی داشته باشند، برداشتی درست از کلام ها، از مفاهیم، اولا از مفاهیم نداشتند که کلام ها درست بفهمند، دوما از کلام ها نداشتند که بتوانند دیدگاه ها را تشخیص بدن. و این است که این 5 برنامه مقدمه ای شد برای اینکه ما مشخص کنیم که آنچه زیر نام الحق و علی الهی، نصیری، طایفه، کاکی، نمیدونم انواع، مجموعه عناوین و القاب متمایز و متفاوت گفته شده، ربطی در واقع به جهانبینی فکری و فلسفی دانایان گوران یا کردان نداره. جهانبینی که ما پیشترها در طول به اصطلاح بالغ بر 2 دهه آن را زیر نام یارسان و جهانبینی یارسان فرموله کردیم، گفتیم، نوشتیم و خدمت مشتاقان تقدیم کردیم. منتها ما از بکارگیری یارسان و تمدن یارسان به دلالی چیز کردیم، خاتمه دادیم استفاده کنیم، به این دلیل که یارسان مفهوم هستش، نام نیستش. یار، یاری، یارسان، اینها مفاهیمی فلسفی هستند که برای بیان دیدگاه های فلسفی و ما اشتباه کردیم 2 دهه پیش که گفتیم یک جامعه هست به نام یارسان و یک دینی هست به نام آیین یاری و در واقع این دو مفهوم توسط کسانی دیگر همانطور که پیشتر هم اشاره کردیم به هم معنی و مترادف الحق و علی الهی اینها به کار گرفته شده به نادرست، به ناروا و خام. و این هستش که ما از این بعد این مقدمه آنچه در این 5 برنامه عرض شد سند جدایی ما یا حائلی است بین ما و آن دنیایی که زیر نام الحق و علی الهی و غیر ذالک توصیف شده و امروز دانستنی های این منابع در آثار نویسندگان خارجی فارسی زبان، کردهایی که به فارسی نوشتن یا به کردی نوشتن، یا به ما هم تأمین داده شده و ما تبری میجوییم از آن چه گفته شده و نوشته شده در رابطه با الحقا و ما جهانبینی خود را
به عزیزان مشتاق میشناسانیم با استناد به کلام های اصیل و اصلی و در هر برنامه ما شروع میکنیم، مفاهیم را تعریف میکنیم و میریم سراغ فهم کلام ها، گوهرها. و کلام سخن بزرگان نیست، بلکه نتیجه یک پروسه طولانی هماندیشی یا هامسری به اصطلاح دفتری هستش. امیدوارم که برنامه امشب هم مفید واقع بشه، با آرزوی سلامتی و زندگانی خوشی